درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی دوشنبه. اینک برنامه با اشتیاست مهمانی کارشناس‌های شما. مهمانی نوبتی برنامه ماست هنرمند ارکستر استرادی گلشن جعفر سایروف. خوش آمدید به برنامه با اشتها. در آغاز میخواستم درود و پیغام خوش را به مخلصان عزیزی که این لحظه را انتظار بودند که جعفر مهمانی برنامه ما باشد و در برنامه ما یک خوراک آماده کرده باشد. خب رسانده باشد. سلامت باشید. سلام و درودی به پایان من به همه تماشابینان تلویزیونی دوشنبه اجدی و خصوصا برنامه با اشتیا. من امروز خیلی شاد هستم که مهمون شما هستم و امیدوارم که یکی از تمام بهترین برای شما پیشکش میکنم. خب میگید این شما چی آماده میسازیم؟ کدام محصولات ضرورت دارد برای آماده کردن آن چیزی که ما آماده میسازیم؟ برای شما پیتزا آماده کنم. یعنی که ما یک پیتزا این شما آماده میسازیم. برای ما کدام محصولات لازم میشه؟ محصولات ها از خمیر میگیریم. اینا ما تیار کرده آوردیم چون که وقتی زیاد رو میگیرد. نیم ساعت حسیب، پنیر و اینچنین روغن رستنی، تخم و پمیدور و بادرینگ و اینچنین محلول های قیام شده در اینجا هست. ما از نمک نیز استفاده میبریم. بینندگان عزیز، خب این لحظه من فکر میکنم که ما شروع میکنیم. اولین کاری کردیم پیش از اونه که ما برنامه رو آغاز کردیم، یعنی که توبه‌مون رو انمون توبه تفدان رو بهترش توبه تفدان رو ما در تفدان کمی گرم نمودیم و این لحظه میگیریم شروع میکنیم. خب بگوید این شام که انمی خمیر رو چگونه آماده میسازن؟ خمیری برای خوراک پیتزا رو. بله، این خمیر رو ما یک پیاله آب میگیریم، اندرونش 2 قاشقچه کلان مسکه میاندازیم. پس از اون نیم پیاله روغن رستنی، پس از اون 1 دانه تخم، 1 قاشقچه دروژ میشود که نیم قاشقچه هم دوزیم، خطا نمیکنیم. و این خمیر ما به ارد آماده میشه. نیم ساعت وقت میتیم که دم خورد. این خمیر رو من پرسیدم که به ارد آماده میشه. به ارد نمیشه. به ارد نمیشه. و بینندگان عزیز این نظر ما شروع میکنیم. اولین کار میکنیم ما توبه‌مون رو از تفدان میبریم و شروع میکنیم. خب جعفر، شما که در یک ارکستر آوازه‌دار گلشن فعالیت میکنید، این لحظه میخواستم پرسیده باشم که چی چیز جعفر رو دنیای صنعتی هنر آورد؟ صنعت این از اون خردسالی هم در دل ما بود و خوشبختانه به همین روزها رسیدیم. یعنی که از ایام خردسالی، یعنی که میخواستید که هنرمند باشید، آوازخوان باشید، راز نیازی خویش را طریق سرودها بیان کرده باشید و از ایجادیات کرده باشید و ایجادیات خویش را پیشکش مخلصان گردانیده باشید. خب چون از ایام کودکی قصه کردیم، خب کودکی شما در کجا پسی سر شد؟ کودکی ما در همین شهر دوشنبه تولد شده، به ویا رسیدم. در مکتب 76 تحصیل نمودم و کودکی هم بهترین گذشت. خب چون گفتم که شما زاده دوشنبه شهر هستید، در دوشنبه تولد شدید، به ویا رسیدید و اینچنین در مکتب من فکر میکنم که هر نفره که از خردسالی مهر و محبت سراییدن سرود در دل زیاد است، البته کوشش میکند که در محفل های مکتبی سرود خوانده باشد، در چاره‌بینی ها سرود خوانده باشد. خب من میخواستم اطراف همون لحظه های خردسالی، اطراف همون محفل های مکتبی صحبت داشته باشیم. چگونه پس سر میشدن؟ لحظه های فراموش نشونده هم گوییم، خطا نمیکنیم و در همه محفل های مکتبی ترانه ها می سرودم برای خوانندگان مکتب. با خواهش معلمان سرود آنها آواز ما رو شنیده بودند، مثلا در درس سرود و حس کرده بودند که آواز هست و همین کوشش میکردن که در همه چاره‌بینی ها شما رو پیشکش کرده باشند و شما سرود سراییده باشید. چون این لحظه از ایام مکتب خوانی صحبت کرده،
як кӯдаке бо ҳамроҳии падар дар роҳ рафта истоданд ки ногаҳон муаллимааш аз пешаш мебарояд ва падар бошад сӯи писараш мегӯяд писарам гурез. Мегӯяд чаро ман гурезам? Мегӯяд барои он ки ту муаллиматро фиреб додӣ ки як ҳафта ба мактаб нарафтӣ, муаллима аз пеши роҳи ту баромад. Мегӯяд набошад падар шумоам гурезед. Мегӯяд чаро шаб муаллима занг зада буд, чаро як ҳафта ба мактаб наомадӣ? Ман гуфтам падарамро мошин зад. пас аз он рӯған маскаро ки мо равғани растанӣ кардем омода шуд. ин барои он ки ҳамин хамири мо дар ин начаспад. пас аз он мегирем хамирро. хуб, мехостам ин лаҳза пурсида бошам ки Ҷаъфар, баъзеҳо барои омода кардани чунин хӯрокҳо аз коғазҳое ки махсусан барои начаспидани хӯрок ҳаст истифода мебаранд. яъне ки ин метавонад ки нақши ан ҳамун коғази рангаро истифода барад. чунки агар нигоҳ кунем, агар и дар давлатҳои хориҷӣ агар чунин яъне ки омода карда шавад, аллакай дар минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон, дар водиҳо, дар шаҳр ноҳия, дар тамоми ҷо барои анҳамин начаспидану нагирифтани анҳамин таги тоба ё ин ки таги дег, яъне ки ҳатман истифода мебаранд аз яъне ки равғанҳои молиданӣ, равғанҳои растанӣ, аз равғанҳое ки масалан истеҳсол карда мешавад барои хӯрдан. хуб, Ҷаъфар, ин лаҳза мехостам пурсида бошам, яъне ки айёми мактабхонӣ яъне ки як айёми тиллоӣ буд барои шумо. шумо анҳамин меҳру муҳаббат танҳо равона карда будед. ин лаҳза мехостам пурсида бошам ки дар баробари фанни суруд боз ба кадом фанҳо майлу рағбати шумо зиёдтар буд? яъне ки кадом касбро аз кӯдакӣ мехостед ки яъне ки ман калон шавам, бояд анҳамин роҳро интихоб карда бошам? албатта, ростӣ падару модарам бисёр орзу мекарданд ки ман бо забони англисӣ ҳама вақт суҳбат кунам ва кору фаъолият низ дар оянда онҳо мехостанд. ба литсеи туркӣ дохил шудам ва дар он ҷо бо забони англисию туркӣ ин фанҳоро хуб медонистам. хуб, инҷо маълум мегардад ки яъне ки Ҷаъфар дар баробари оне ки меҳр ба санъату ҳунар дошт, дар ин баробар яъне ки ба забонҳои гуногун яъне ки забон омӯхт. анҳамин дар роҳи санъат душворӣ накашад ва ҳатто эҷодиёти худро низ аз шунидану гӯш кардану тамошои анҳамун сабку усули ғарбиёнаву шарқиёнаро омӯхта кардан, суруд эҷод кардан буд ҳадаф. хуб, пас аз хатми анҳамин литсей ба куҷо равона шудед? ростӣ ман дар ҳамин литсей ҳам дар наврӯзиҳо баромад мекардам ва ҳамин меҳри санъат ҳамон ҷо бар дили ман ҷо шуд. пас аз он бисёр хоҳиш доштанд ки ман ба университет дохил шавам. яке ба донишгоҳи миллӣ дохил шуда бошам? бале, забони хориҷӣ хонам, аммо ман хурсанд набудам аз ин ва падар маро дида гуфт ки ба ту кадом роҳ махоб, кадом роҳро мехоҳӣ пеша карда бошӣ? ба ман фурсате дод ки ман худ интихоб кунам роҳи худро. пас аз он ман гуфтам ки ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати бале дохил шавам ва ба ман фурсат дод, ман рафта он ҷо дохил шудам. дар кадом шӯъба таҳсил кардед? факултаи овозхони академӣ дохил шуда ва бо баҳои хубу аъло хатм кардам. чун шумо омадед дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон дар шӯъбаи овозхони академивӣ дохил шудед. хуб, яъне ки шумо ба консерватория гузариш кардед ё ин ки пас аз хатми донишкада омадед ба консерватория? хушбахтона дар тақдири ман ҳам ҳамин хел шуд ки Шодравон, Талабшоҳ, Саторов консерваторияро кушоданд ва ман чорум курс дар курси чорум таҳсил мекардам ва хушбахтона панҷум курсро маро ба консерватория гузаронданд. ман яъне ки аввалин хатм кардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳастед шумо. хуб, бинандагони азизро мунтазир намекунем, зеро ки ин лаҳза бинандагон аллакай пай бурданд ки Ҷаъфар Соиров зинда месарояд. баҳрашон ин шом ҳам дар ин барнома низ аз эҷодиёти худ 4 мисра месарояд. то чу ҷоми маи зи дастам рафтаӣ, با دلی پرخون چو ساغر مانده‌ام، روز و شب در انتظار مقدمت.
چشم راحت گوش بردار مونده‌ام روز و شب در انتظار مقدمت چشم راحت گوش بردار مونده‌ام عاشقم 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 وای عاشقم بینندگان عزیز گرامی برنامه بویشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمون نوبتی برنامه ماست آوازخوان ارکستر استرادی گلشن جعفر سایروف و سرپرست برنامه ماست شرکت قنادی 3-5 عین حال ما اون خمیره که آماده بود یعنی که وارد همون توبهمون گردانیده اکنون چی کار رو به انجام باید رسانید؟ ما باید همه این مسئولات رو با نوبت یعنی که واردی کرده باشیم. خب جعفر صحبت ما در آن جای موند که شما گفتید که یعنی که هنگامی دانشجوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان بودید شما شامل شدید به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان و خب این لحظه من میخواستم یک لطیفه دیگر بهر بینندگان گفته باشم بعد صحبت رو ادامه داده باشیم. خب خواننده به مکتب می رود و معلمه از همون روز از درباره هندوستان قصه می کند و بسیار به خوانندگان پسند می آید و می گوید کی می خواهد که به هندوستان رفته باشد. همه کودکان دست می بردارند و یکی از کودکان دست نمی بردارد. یک خواننده از او پرسان میکنند که چرا تو نمیخوای به هندوستان روی؟ میگه نه مادرم گفت درس تمام شد راست به خانه بیا. و بینندگان عزیز این حال یعنی که با چنین شکل ما بودرینگ ها رو یعنی که آماده میسازیم با شکل چورکنجا مایده مایده بیاد با خوبتر است یعنی که با چنین شکل. خب جعفر چون گفتید که آمدید وارد دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان شده خب اینه که میخواستم از ایام ایجادیات صحبت کرده باشیم. ایجادیات شما همچون یک آوازخوان از ایام دانشجویی سر شد یا اینکه از ایام مکتب خانی؟ در ایام دانشجویی ما میسرودیم ترانه ها رو انتخاب می نمودیم با همراهی استادانمون از آنها میپرسیدیم چه خیلی خونیم کدام سرود رو انتخاب کنیم. یعنی که در ایام دانشجویی بیشتر توجهی همون استادان به آن روانه بود که یعنی که اول انتخاب کرده باشید یعنی که چگونه سرود رو باید سرایید. خب من میدونم که هر یک دانشجویی که در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان تحصیل میکند حتما که پیش از آنی که مثلا در آنجا تحصیل میکند ایامی که دانشجوی سال اول از سال دوم است یعنی که آن سرودها و آن آهنگ و موسیقی هایی که خود استادان پیشکش میکنن و یعنی همون دانشجویان یعنی که در همونجا همونها یعنی که آموزش داده می شود و اجرا کرده می شود. علاقه در کورس دوم و سوم باشد اینجا می شود یعنی که هر یک دانشجو یعنی که مستقلانه علاقه ایجاد میکند و کوشش میکند که آن هنری که طی 2 سال آموخته است یعنی که مستقلانه پیشکش مخلصان خود گرداند. خب بله اولین سرودها در همون دوره کدام سرودها بودند که ایجاد کردید و پیشکش مخلصان گردانیدید؟ سرود اولینی که در دانشکده تیار نمودم این با قلم استاد شادروان نورینیسون نوشته شده بود با نام بیا دیگر نمیرنجیم و این ترانه رو من تیار نمودم در همون یکم کورسی و پیشکش هم دانشکده کردیم در نوروزی سراییدم و خوشبختانه از همونجا در همون دانشگاه مرا همچون سراینده میشناختم و از همونجا شروع شد و آهسته آهسته دیگر سرودها نیز یعنی که ایجاد با نوبت باز کدام سرودها پس از این سرود آماده شدن؟ ترانه کنجی تنهایی هم که لایق شیرالی نوشته است کنجی تنهایی و بودن چندین ترانه هایی بودن.
خب بینندگان عزیز، یک نفر وارد یعنی که مغازه می شود و می خواهد که در آنجا خریداری کرده باشد به خانه خود محصولاتی که به او لازم بود و شکر می خرد و در آن همون بارخالته آن نمک می نویسد و هم حیران می شوند، میگن چرا این شکر است و شما نمک نوشتید؟ میگه مورچه ها نفهمند. و بینندگان عزیز، این حال یعنی که ما پمیدورها را با چنین شکل آماده می سازیم، با شکل چارکنجه. با شکل چارکنجه. خب یعنی که چون حالا کنسرواتوریا تاسیس دادگی نبود و همچون تنها یعنی که بود دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان، یعنی که چی در شکل آوازخوانی باشد چی در شکل تمام ژانرهای موسیقی باشد، تنها در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان آماده میکردند. وقتی که کنسرواتوریا آماده شد و شما گذاشتید به کنسرواتوریا، خب شما ختم کرده کنسرواتوریا هستید. خب یعنی که باز همون آموزگاران و همون استادانی که در دانشکده درس میدادن، اینجا هم همون استادها به من فکر میکنم که درس دادن، همش هموای بود، همین خاکی نام کنسرواتوریا بود. خب چون شما در کنسرواتوریا تحصیل کردید، طولی 5 سال شما آموختید، هنر آموختید، کسبیت آموختید، نازکی‌های موسیقی رو آموختید، نازکی‌های سراییدن رو آموختید. خب ختم چگونه شد؟ البته که بسیار تیاری دیدیم، همراهی همکورسان، استادان، استادی من شادروان خیرو و عطیف بودند، بسیار زحمت ها کشیدند برای شاگردانشون. شب و روز هم گوییم کار میکردیم، میخوندیم، در تئاتر اپرا بالت رفته تمرین میکردیم. این آوازخوانی اکادمی هم این بسیار دشوار است در این راه رفتن. یعنی که شما هم نظری عملیه میخوندید و نظریه خود را در همین تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت یعنی که تجربه میکردید اون هنر رو، مهارتی آموخته خویش را. خب یعنی که پس از ختم به کجا رهسپار شدید همچون یک هنرمند؟ پس از ختم رسید یک کمتری سالها کار نمیکردیم. پس از اون با ارکستر استرادی گلشن اومده کار کردم. من فکر میکنم که یعنی که سبب کار نکردنتون یعنی که با ایجادیات مستقلانه شروع کردن سر شد، همین نبود؟ یعنی که خواستید مستقلانه گروه خود رو تاسیس داده باشید و در اینجا در این ساحه یعنی که قدم های استوار زده باشید. عین حال بینندگان عزیز، ما بودرینگ و پمیدور رو آماده کردیم. اکنون چی کار میکنیم؟ اکنون ما میگیریم خمیره قیام شده پمیدور رو. بله اینو گرفته ما هم من قاشقشه میگیریم، قاشق کلان. این رو یکم یعنی که یک قبط از این خمیره قیام شده پمیدور آماده میکنیم، یعنی بر روی خمیرمون میریزیم و با قاشق باشد اون رو پهن میکنیم تا در تمامی روی خمیر رفته رسد. بینندگان عزیز، چون این لحظه یک لحظه تنفس است، من بهر بالیدگی بینندگان یک لطیفه با اجازه شما قصه میکنم. و یک نفری هست همیشه شراب می نوشد و نگاه میکند که همسایه‌اش یک ماشین اوپل خریده است و میگه که تو چگونه مثلا ماشین اوپل خریداری نمودی چنین ماشین رو؟ میگه من شراب ننوشیدم و پول امون رو جمع کرده یک وای خریدم، اوپل خریدم. پگاه میبیند که ان همون نفری که هر روز مست می اومد یک جیب میخرد. این همسایه حیران میشد که دیروز از من خیلی گفته بودی، من تو رو دعوت کردم که دیگر شراب ننوش. گفته است میدونی چی، من همون شیشه های خالی شراب رو فروخته جیب خریدم. و بینندگان عزیز، این حال ما وقتی که قیامی پمیدور رو آماده کردیم، از بالای اون پمیدور رو نیز بله پمیدور رو میگیریم با بالایش میپوشیم. در همون شب و روزهایی که کنسرواتور رو ختم کردید، همچی یک آوازخوانی محبوب هم گوییم خطا نمیکنیم، الکی مخلصان میشناختن، یعنی که شما البوم های خود رو پیشکش کرده بودید. خب میخواستم اطراف تولید یک البومی نو صحبت کرده باشیم که چگونه البومی نخستین شما آماده شد و چی نامگذاری کرده؟ البومی نخستین من پس از ختم کنسرواتوریا با
گروه انور خلیتوف میگفتن با همراه آنها من کار و فعالیت کردم و اونجا خوشبختانه آلبوم یکم خود رو ثبت نمودم با موسیقی نوازان بهترین همین تاجیکستان بودن. آنها به من کمک کردن و آلبوم خود رو برآورد و چی نامگذاری کردید؟ نامش همین کنج تنهایی بود. کنج تنهایی. این اولین آلبوم شما بود که شما پیشکشی مخلصان کردید. دویم آلبوم ها کدام ها بودن؟ بعد ایجاد شد. بله، عشق خطا بود، باز فراموش هم مکن بود. خب یعنی که این لحظه من میخواستم درباره آلبوم چون سخن رفت و هر یک نفری که سرودهای خود را دست جمعانه جمع میکرد یک آلبوم میشد و پیشکشی مخلصان میکرد. برای تاسیس دادن یک آلبوم، یعنی که یک آلبومی که شما آماده میکنید، پیشنهاد مخلصان میکنید، چند سرود لازم میشد؟ اون وقت یک آلبوم از 14-15 ترانه عبارت بود. چون بینندگان عزیز را ما لحظه منتظر نمیکنیم، جعفر صایرف آماده است که پاره قلبی دل خویش را بهر ما و شما سرایده باشد. مرحبا. نم نمی باران چو یادت کرد یادت میکنم، برگ گل بوی تو آورد باز یادت میکنم. درد عشقم مرد بود و قسمتم نامرد بود، من با قصد قسمت نامرد یاد میکنم. من عاشق دل تویم، نه عاشق جمال تو، من عاشق کم تویم، نه عاشق کمال تو. من عاشق دل تویم، نه عاشق جمال تو، من عاشق کم تویم، نه عاشق کمال تو. مرا غم تو میخورد، غم مرا نمیخوری، وفای من ثواب من، جفای تو بال تو. خیال دیدن تو رو بسد خیال میبرم، ولی همه خیال من. خیال دیدن تو رو بسد خیال میبرم، ولی همه خیال من. یکی بود خیال تو، یکی بود خیال تو. با کوی عشق میرسد، رسیدم با کوی تو، جوابی آن سوال تو. سوال دادیم که چون با کوی عشق میرسد، رسیدم با کوی تو، جوابی آن سوال تو. نهال آرزوی من ثمر دهد اگر دهد، با باغ آرزوی من ثمر قدی نهال تو. خیال دیدنی تو رو بسد خیال میبرم، ولی همه خیال من. خیال دیدنی تو رو بسد خیال میبرم، ولی همه خیال من. یکی بود خیال تو، یکی بود خیال تو. عاشق دل تویم، نه عاشق جمال تو، من عاشق کم تویم، نه عاشق کمال تو. من عاشق دل تویم، نه عاشق جمال تو، من عاشق کم تویم، نه عاشق کمال تو. مرا غم تو میخورد، غم مرا نمیخوری، وفای من ثواب من، جفای تو بال تو. خیال دیدنی تو رو بسد خیال میبرم،
بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمون نوبتی برنامه ماست هنرمند ارکستر استرادی گلشن جعفر سایروف و سرپرست ماست شرکت قنادی 3 تا 5 و عین حال بینندگان عزیز ما انامین خمیر رو در توبه یعنی که تنو کردیم، از بالایش پمیدار و اینچنین قایماق پمیدار رو همراه کردیم. قایماق پس از اون پمیدار. اکنون ما چی کارها رو باید باز به انجام رسونیم؟ ما باید همین خصیب رو یعنی که با چنین شکل ریزه میکنیم. بله. و یعنی که واردی باز همین خوراکمون میکنیم. خب جعفر سایروف، گفتیم که پس از چند لحظه که شما با ایجادیات مستقلانه شروع کردید آمدید به ارکستر استرادی گلشن. خب چگونه شما به این ارکستر راه یافتید؟ طریق آزمون گذشتید یا اینکه با دعوت شما رو دعوت کردن؟ رسید با دعوت، اونجا ما رو دعوت کردن. استاد اسمت الله خولوف دعوت کردن، رفتم اونجا کار کردیم. یعنی که باز ایجادیات خویش را در ژانر موسیقی های استرادی تا جای بینندگان هم میدونن در زمان کمی پیشتر، یعنی که در زمان شوروی اگر نظر افکنیم، ارکستر استرادی گلشن یعنی که آن سرودهای را ایجاد کرد که یعنی که شهرت زیاد بین مخلصان پیدا کرد. و آنجا مکانی هست که در آنجا باید هنرمندی اصیل به کار فعالیت شدند، چون که نوازنده های کسبی هستند، صدای زنده هست و هر روز تمرین ها روی اثر و موسیقی های ناتکرار کار کرده می شود. و خب چون از ارکستر سخن کردیم، امروز کار در ارکستر چگونه است؟ خوشبختانه با یاردم ارکستر، با یاردم کارخانه من امسال کنسرت خود رو برپا کردم در فیلارمونی دولتی و ما هر روز به کار میریم، کار میکنیم. یعنی که بیشتر موسیقی ها و سرودهایی که ایجاد می شود با کمک یکدیگر، یعنی که همچون هنرمند شما، همچون نوازنده و هم موسیقیشی هایی که در ارکستر کار میکنند، باز استادانی هستند که سرودهای شما رو نظارت میکنند، گوش میکنند. البته به این نمیشود. و بیشتر خب میخواستم اطراف همین کنسرت صحبت کرده باشم که چون شما نو ذکر کردید که امسال کنسرت خود را بهر مخلصان پیشکش کردید. خب برای اینکه آماده کردن یک کنسرت چی باید کرد؟ و این لحظه پیش از آنه که ما از سوال پاسخ گیریم خاطر رسانی میکنیم بینندگان عزیز که ما در همین پیتزایی که آماده میسازیم ما تخم ها رو میجوشانیم، بعد از اون پوست کرده با شکل چنین حسیب، یعنی که با شکل چورکنجه ریزه میکنیم و در بالای پیتزای خود میگذاریم. خب جعفر، گفتیم که کار در ارکستر گلشن شروع شد. خب بله. و امسال کنسرت خود رو برپا کردید. خب میخواستم اطراف همین برپا کردن کنسرت از کجا شروع شد؟ یعنی که کی چنین ایده رو پیشنهاد کرد و تا شما سرودهای خود رو ایجاد کنید و پیشکش مخلصان کردید؟ ایده کارخانه مثل کارخانه همون با مو ایده میتید که چخل کردن در کار، رژیسور داریم، مثل چخل کنسرت رو باید آغاز کنیم، تمام کنیم، کدوم ترانه ها رو پای هم گذاریم و همه رو با دستگیری یکدیگر، دسته های رقصی زیبا، جهان‌آرا و همه کسا کار کردیم. طول 2-3 ماه پروژه کنسرت رو کردیم، یک لایحه کنسرت رو آماده کردید. خب و اون رو شروع کردیم. خوشبختانه با سری بلند گذشت. خب در این کنسرت چند سرود شما پیشکش مخلصان گردانیدید؟ در این کنسرت زیاده از 17 ترانه بود که با 2-3 ترانه‌اش با همراهی سرایندگان دویت خوندیم. اگر کنسرت های تالارهای هنرمندان مشهور دنیا را گیریم، اگر یعنی که سرود رو میسرایند طریق رادیو، طریق سامانه اجتماعی پیشکش مخلصان میکنند و مخلصان مثلا همون سرود رو نه تنها روزی کنسرت میشنوند،
یعنی که همون روزی کنسرت هنرمند برگزار میگردد اگر شما نگاه کنید که تمامی ان همون تالار سرود این هنرمند رو الکه خوب در یاد دارد وقتی که شروع می شود، یعنی که با همراهی یعنی که هنرمند صدا میدهد این سرود از جانب تالار، بله بله، از جانب مخلصان. اما امروز یک مود دیگر شده است که باید در کنسرت سرودی نو باشد، رقصی نو باشد. خب نظر شما در همین باره در چی است؟ راستی خیلی که از پیشتر گفتید باید صنعتکار اول ترانه‌هایش رو معرفی کند با رادیو با تلویزیون که مخلصان دانند که در اونجا چی است. پس از اون در کنسرت که وقتی که سراینده ترانه رو می سراید مخلصان میدونند و با همراهی میکنند و اون وقت کنسرت بود با شهرتش دیگرتر میشود. بله خوبتر نیست به فکر من میگذارم، چون ما این لحظه یعنی که قسم به قسم آماده میسازیم همین یعنی که خوراک خود رو. خب جعفر میخواستم این لحظه از وضع عائلوی شما پرسان شده باشم. وضع عائلتون چگونه است؟ خوشبختانه وضع عائلوی هم خوب است. صاحب 4 فرزند 4 پسر دارم. و در انتظار دختر هستید؟ البته همه میدارد. بیشتر عائله هایی که مثلا در عائلهشان دختر بسیار باشد بیشتر انتظار پسر میشوند. عائله هایی که مثلا پسر بسیار باشد در انتظار دختر میشوند. یعنی که این یک مود است، یک عنعنه‌ای که میانی مردم صورت یافته است. و این لحظه چون از ایام عائله داری و از ایام فرزندداری صحبت کردیم، یک لطیفه دیگر به یادم رسید. خب چه پسرها شوخ میشوند وقتی که پدر آنها رو سخت گیرد و نظارت کند، تربیه آن رو، درس های آن رو نظارت کند و یک پسر به نزد پدر میآید میگه پدر راست است که مرد باید پرطاقت باشد، یعنی که غضب خود رو فرو برده تواند. میگه بله پسرم، نباشد روزنامه مرا تفتیش کن. بینندگان عزیز، چون جعفر خدمت کرده کنسرواتوری است و در ارکستر استرادی گلشن فعالیت میکند و این لحظه باز فرصتی آن فرا رسید که باز پاره قلبی دل خویش را بهر ما و شما میسراید. پس از چند لحظه با خواهیم خورد. دل تو دروغه، اشک تو دروغه، دل تو دروغه، اشک تو دروغه، همه گریه های تو افسانه و دروغه، همه گریه های تو افسانه و دروغه. بیا که یارت منم، عاشقی زارت منم، بیا که یارت منم، عاشقی زارت منم، زارونی زارت منم، در انتظارت منم، زارونی زارت منم، در انتظارت منم. کرتا چکنه بیا که یارت منم، کرتا چکنه بیا که یارت منم، یارت منم، در انتظارت منم، یارت منم، در انتظارت منم. کرتا چکنه بیدان گرفتاری تو من، اندر حواسی دیدن و دیداری تو من، لطف بینما بر من دل داده اگر امروز بیدان یاری وفاداری تو من، امروز بیدان یاری وفاداری تو من. کرتا چکنه بیا که یارت منم، کرتا چکنه بیا که یارت منم، یارت منم، در انتظارت منم، یارت منم، در انتظارت منم.
نمک است نخلی هوس یاری منم بیا که یارت منم عاشقی زارت منم بیا که یارت منم عاشقی زارت منم زارونی زارت منم در انتظارت منم زارونی زارت منم در انتظارت منم کرتا چکنه بیا که یارت منم کرتا چکنه بیا که یارت منم یارت منم در انتظارت منم یارت منم در انتظارت منم بینندگان عزیز گرامی برنامه با اشتهای ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ماست آوازخوان جعفر سایروف. عین حال بینندگان عزیز ما قسمت اساسی پیتزا را آماده کردیم، یعنی که این لحظه ما تنها از مایونز استفاده میبریم از بالای، یعنی که ما همون دهانی نمی قوطی رو نمیکشویم، برعکس یک لبی اون رو میبریم زیرا که باریک ریزد از اونجا. خب جعفر میخواستم اطراف سفرهای هنری صحبت کرده باشیم که شما که در یک ارکستر آوازدار یعنی که فعالیت میکنید به کجاها سفر کردید سفرهای هنری؟ سال گذشته با دولت ازبکستان بر شام دوستی سفر کردیم و سفرهای خارجی هم بودن با روسیه. خیلی آینده نیست، یعنی که در برابر اونه که شما به خارج مملکت بیشتر سفر کردید و قریب که در تمامی چهاربینی های سطح جمهوریوی ارکستر اصرتی گلشن فعال است. در همه اونها یعنی که سرود ایجاد میکند و دست جمعانه سرود یعنی که صدا میدهد در کنسرت های دولتی. و میخواستم این لحظه جعفر یک لطیفه دیگر بهر بینندگان گفته باشم. مرد به یک چاه میافتد، خیلی زور میزند که از چاه برایت میگه همین کرد اگر برآمده نتونم میرم خانه. و بینندگان عزیز چون پنیر یعنی که چون این لحظه پیتزای ما آماده شد، یعنی که ما با تمامی رویش همین از قایماق مایونز یعنی که آماده کردیم، اکنون وارد تفدان میکنیم و بهر آماده کردن یعنی که قسمت دیگری پیتزا، یعنی که ما باید که قسمت آخرین یعنی که آماده کردن همین پنیر باشه. خب بگوید جعفر که در برابر اونه که شما هنرمند هستید، صدا دارید، سرود ایجاد میکنید، باز کدام هنر رو دارید؟ مرحمت ما پیتزا رو بینندگان عزیز این حال با یعنی که تفدان میگذاریم و پیش از در تفدان انداختن یعنی که حرارت اون رو ما بلند میکنیم در 250 درجه میگذاریم و پیش از انداختن با تفدان تا 5 ثانیه درش رو باز میکنیم. یعنی پس از اون یعنی که ما داخل تفدان میکنیم. وقتی که ما الان پیتزا رو وارد یعنی که تفدان میکنیم، یعنی که باید ما 10 دقیقه منتظر شویم تا اون لحظه که یعنی که خوراکی ما پخته میرسد. تا این دم ما همین پنیر رو از ترشک میگذارونیم، آماده میسازیم، زیرا که هنگامی که خوراکی ما آماده میشود یعنی که ما زود باید پنیر رو بر رویش پاشیم و در توبه باز چند لحظه دیگر 10 ثانیه دیگر منتظر شویم و میگیریم و خوراک ما میشود آماده. خب جعفر گفتیم که شما در ارکستر کار میکنید، کدام هنرها رو در این برابر دارید؟ روسی نسنجیدم ولی فکر میکنم مردی که با یک مرد 40 هنر کم است. اگر انسان خواهد از دستش همه کار می‌آید. من فکر کردم که جعفر میگوید که من آشپزی خوب هستم در خانه هر نه روسی. من به خاطر برنامه شما به خاطر تماشاگران بار اول یک پیتزا آماده کردم. نه چرا در خانه باری کرده بودم. باری کرده بود. و بینندگان عزیز باور کنید ما هم امروز ها را بار یاد میکنه و میگیم روز پیتزای جعفر سایروف را ما خورده بودیم. بینندگان عزیز این حال ما پنیر را با چنین شکل آماده میسازیم. خب جعفر هر نفری که در ارکستر کار میکنه
باید که یعنی که خوب وای باشد، آماده باشد، آب و تاب یافته باشد، موسیقی رو خوب از خود کرده باشد و هر یک هنرمندی که این جاده رو پیشنهاد میکند یا پیشه میکند بیشتر کوشش میکند که خوب از عهده نواختن یگان اسباب موسیقی برآمده باشد. خب جعفر کدام نوع اسباب موسیقی رو مینوازد؟ اسبابای تاری رو میتوانم نواختن و اینچنین پیانینا، اسباب سینتزاتور مثل اکاردیون از عهده‌اش میبرید و در ایجاد خود بیشتر کوشش میکنید که از چنین یعنی که سرودها یعنی که استفاده کرده باشید و پیشکش مخلصان گردانیده باشید. و چون شما کنسرت تازه ترینه که پیشنهادی مخلصان گردانیدید، در آنجا گفته که 17 سرود انتخاب کردید که با هنرمندان سراییدید، در تنهایی سراییدید و میخواستم درباره تولید همون سروده که در کنسرت پیشکش مخلصان گردید، یعنی که شما با نوازنده ها و سراینده های ارکستر اسرادی گلشن یک سرود سراییدید درباره در وصف تاجیکستان دیاری من. بله. دیاری من. خب میخواستم اطراف تولید اینمی سرود صحبت کرده باشیم که چگونه تولید شد، چگونه پیشکش شد، یعنی که این سرود از کجا منشأ گرفت؟ این ترانه رو ترانه بهترین است. این رو ما اولین بار در برنامه‌های دولتی سراییده بودیم. باباجان ابراهیموف تیار کرده است این ترانه رو که اون کس موسیقی شناسی بهترینند و آهنگسازند هستند. این ترانه رو اون کس با ما پیشنهاد نموده و ما سراییدیم و میتوانیم این لحظه پاره از این سرود بهر مخلصان سراییده باشه. دیار من، عزیز و مهربان من تو هستی، مشو خزان بهاری به خزان من تو هستی، برای من زیرفتگان نشانی تو نشانی تو نشان، برای ما وطن وطن جهانی تو جهانی تو جهان، وفای تو یهود سر بسد نیت کلان شدن، قسم قسم به حفظ تو چو رستمی زمان شدن، برای من زیرفتگان نشانی تو نشانی تو نشان، برای ما وطن وطن جهانی تو جهانی تو جهان. با دستی من زی دستی هفت پشتی من، نبایدت که بشنوی وطن گپی درشت من، برای من زیرفتگان نشانی تو نشانی تو نشان، برای ما وطن وطن جهانی تو جهانی تو جهان. بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطر رسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ماست
هنرمند ارکستر استرادی گلشن جعفر سویروف این لحظه پیتزای ما آماده شد. ما از تفدان میبراریم و با بالایش پنیرها رو یعنی که میپاشیم، باز وارد میکنیم بعد آن همون تفدان و 10 دقیقه 10 ثانیه ما انتظار میشویم تا آن همین یعنی که پنیر ما یعنی که با آن همون خوراک چسبیده ایستد. و خب جعفر سویروف میخواستم این لحظه پرسیده باشم که همچون یک هنرمند، همچون یک آوازخوان، چی نقشه ها هست که میخواید که در آینده پی عملی کردن اون نقشه ها باشه؟ امیدوارم که امسال همراهی ارکستر کنسرت ها برپا میکنیم در ناحیه های تاجیکستان. امیدوارم همه ناحیه ها رفته طبع شهروندانمان رو شاد میکنیم. بینندگان عزیز، چون این لحظه ما پنیرها رو با بالای آن همین پیتزا ما گذاشتیم و اکنون باز اون رو یعنی که گرفته وارد آن همین تفدان میکنیم. چند لحظه منتظر میشیم، طول 10 ثانیه و آماده میشود و گرفته یعنی که جعفر پیشنهاد راوی میکند و من از آن میچشم و با شما میگویم که یعنی که چگونه طعم و لذت دارد پیتزایی که یعنی که جعفر آماده کرد. بیشتر اگر با برنامه نظر کنیم، وقتی قهرمان های برنامه رو انتخاب میکنیم با آنها زنگ میزنیم، بیشتر هنرمندان میگن که ما عموما هیچ چیز پختن نمیتونیم. اساس پختن نیست، اساس یعنی که یک هنری خود را سنجیدن در برابر هنری آوازخوانی، یعنی که هنری آشپزی خود را و آماده کردن یک خوراک و از ایجادیات از برد و باخت صنعت یعنی که با خبر شدن است. و این لحظه فکر میکنم که پیتزا ما آماده شد، 10 ثانیه سپری گردید و آن همین پیتزا را ما از تفدان بیرون میکنیم و آن را بریده به قسمت ها جدا میکنیم و با این طبقچه میگیریم. بینندگان عزیز و ارجمند، این لحظه پیتزای ما آماده شد، یعنی که ما از آن میچشیم از هنری آشپزی جعفر سویروف که باور کنید برای این برنامه 3 شب خواب نرفته هر روز پیتزا آماده میکرد در خانه و امروز با همون آرزوی خویش رسیدیم که جعفر آماده کرد پیتزا رو. و اکنون پیش از آنه که من از این خوراک بچشم از جعفر پرسان میشم که طول 1 ساعته که در برنامه با اشتیا بودید، چی بود برنامه با اشتیا برید؟ تشکر زیاد به شما که مرا امروز تکلیف نمودید، خیلی شاد از آن هستم و فکر میکنم که لحظه های فراموش نشونده حیات نیست، گویم خطا نمیکنیم. تشکر زیاد. این لحظه بینندگان عزیز ما از این خوراک میچشیم و چون انا این رو باید با دست بخورن، اما ما امروز یعنی که یک قسمتی آن رو میبریم که در آن از همه ترکیب خوراک وجود داشته باشد، از آن میچشیم و از لذت آن با شما قصه خواهیم کرد. خیلی و من باوری دارم که شما چون خوراک عموما دیگر آماده نمیکنید، چون که اگر چون خوراک رو باز آماده کنید پیش خونتان مجبور هستید که یک همون خوراک تستیار آماده سازید و زود به دلباختگان چون خوراک ها پخته دهید. اما بینندگان عزیز، از دست هنرمند چنین خوراک پختن هم این هم هنر است، مهارت است، زیرا که در یک مرد 40 هنر کم است. اما ما توصیه میدیم که شما چون این خوراک دیگر نپسید. و بینندگان عزیز و گرامی، ما اظهار سپاس میکنیم از جعفر سویروف که در برنامه ما شرکت ورزید و یک پیتزای با لذت را آماده کرد. این لحظه از نام سرپرست برنامه شرکت قنادی 325 همچون احترام کردید آمدید به برنامه، یک شیرینی به شما هدیه میسازم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز گرامی، اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها بهرتان خانه آباد روزگاری آسوده را تمنا داریم. تا این دم با شما بودیم هنرمند ارکستر استرادی گلشن جعفر سویروف، شرکت قنادی 325 و من میرواری اسدالله. تا نزدیکترین دیدار، روز روزگارتان خوش باد. خیر.